امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز قراره از ترکیب چربی‌ها، روغن‌های گیاهی با قلیا یه صابون خیلی با کیفیت تولید کنیم. صابون زیتون که توی دنیا خیلی معروفه، خیلی دوستش دارن، خیلی با کیفیته. میتونین برای خودتون، اطرافیانتون درست کنین. صابونی که ما درست میکنیم، تولید میکنیم به روش سرد کولد پروسس، نیاز به استراحت داره. ما از پایه صابون استفاده نمی‌کنیم. این صابونی که الان فرمولش رو قراره با هم دیگه تولید کنیم صابونیه که ما ازش خیلی زیاد فروش داشتیم، فرمولیه که خیلی تست شده، خیلی با کیفیته، با ماشین حساب صابون سازی نوشتیمه و قراره که از 0 تا 100 رو بهتون یاد بدم. حالا بریم ببینیم که چی نیاز داریم برای ساختن این صابون با کیفیت. ما اینجا به محلول لای نیاز داریم که حالا چربیامون با قلیا به صابون تبدیل بشن. برای محلول لای به سدیم هیدروکسید و آب دیونیزه نیاز داریم. بچه‌ها یه نکته‌ای که خیلی مهمه راجع به سدیم هیدروکسید اینه که اینجا ما به ایمنی 100 نیاز داریم. خیلی 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 مهمه، خیلی، چون که موقعی که سدیم هیدروکسید با آب ترکیب میشه یه بخاری از خودش آزاد میکنه که به هیچ عنوان نباید تنفسش کنین. چیزایی که حالا نکاتی که باید رعایت کنین موقع ساخت محلول لایتون اینه که حتما یه عینک داشته باشین. حتما خیلی دارم با تاکید میگم، حتما به دستکش بلند نیاز دارین، دستکش‌های حالا ظرفشویی یا مخصوص صابون سازی، ولی همینا کارتون رو راه میندازه. لباس آستین بلند میپوشین که خدایی نکرده اگه حالا یه کوچولو از این محلول ریخ روی دستتون اتفاقی برای پوستتون نیفته، چون که حالا باعث سوزش میشه، باعث سوختگی میشه. و اینکه نکته مهمش اینه که حتما توی محوطه باز باشین، یعنی اگه که حیاط دارین، تراس دارین، بعد اونجا برین محلول لایتون رو درست کنین، یه 2-3 دقیقه بعد اونجا باشین. اگه هم که ندارین کنار پنجره، یعنی شما کنار پنجره محلول لایتون رو درست کنین و بعد محلول رو میذارین کنار که بعد آماده بشه که باش صابون درست کنین. همین. پس این نکات خیلی مهمه و خیلی باید جدیش بگیرین. ماسک هم باید بزنین. پس شد عینک، دستکش، ماسک و لباس آستین بلند. و نکته مهم دیگه این که بچه‌ها ما آب دیونیزه نیاز داریم. آب شیر نیاز نداریم و آب دیونیزه 2 بار تخدیر یا 3 بار تخدیر که حالا تجهیزات پزشکی میگیرین دیگه این اوکیه برای ما. برای ساخت صابون ببینیم که چیا نیاز داریم. ما اینجا به یه بشر پلاستیکی نیاز داریم که من یه 3 لیتریشو دارم. برای اینکه روغنا رو ترکیب کنیم با محلول لای و بتونیم صابونمون درست کنیم به گوشتکوب برقی نیاز داریم. بچه‌ها ما همزن نمیخوایم، ما گوشتکوب برقی حتما میخوایم. به قالب نیاز داریم. قالب صابونی خب معروف ترین و محبوب ترین قالب صابونی قالبای بلوکیه، ولی شما برای شروع میتونین از قالبای سیلیکونی اینطوری هم استفاده کنین، یعنی مشکل نداره هر قالبی که داشتیم. به ترازو نیاز داریم، عینک و دستکش، نکات ایمنی محلول لای و همین دیگه. بریم با هم درست کنیم. بریم با هم محلول لای رو بسازیم. بچه‌ها ایمنی حتما همه چی. وقتی که داریم محلول درست میکنین نیاز نیست اصلا سرتون اینجا باشه، سرتون رو عقب بگیرین و انجام بدین. الان ما اینجا به 350 گرم آب دیونیزه نیاز داریم و 10 گرم نمک تصفیه شده. اول نمک رو میریزیم داخل آب. و خوب همش میزنیم. بچه‌ها هیچ نمک حل نشده ای نباید توی آبمون بمونه، کامل باید حل بشه. کامل.
الان نمک من کامل حل شده. بچه‌ها من اگه توی این فضا نشستم و دارم محلول لای درست میکنم به خاطر اینکه من هود شیمی دارم و چون محلول رو میذارم اونجا بعد اینکه اضافه کردم نمیرم توی فضای باز، ولی شما با تاکید فراوان اینو باید توی فضای باز درست کنین. ماسک هم بزنین حتما. سدیم هیدروکسیدمون رو اضافه میکنیم به آب و این کار رو برعکس به هیچ عنوان نباید انجام بدیم. پس سدیم هیدروکسید اضافه میشه به آب بعد از اینکه نمکمون رو اضافه کردیم و کامل حل کردیم. با اونو روشن میکنیم. اضافه کردیم. بعد اینکه اضافه میکنیم سدیم هیدروکسیدو داغ میشه. همینطور که میبینین دما خیلی بالاه. ما به هیچ عنوان با این دما باهاش صابون درست نمیکنیم. میذاریم دماش بیاد پایین، بهتون میگیم که به چه دمایی برسه و بعد باهاش ساخت میزنیم. به هیچ عنوان نفس نکشین موقعی که دارین این کارو میکنین. و من الان چون مجبورم توضیح بدم دارم این کار همزمان باهاش انجام میدم، پس خیلی خیلی اینا جدی بگیر. و نگران اینم نباشین که حالا این محلول قراره که به پوست آسیبی بزنه یا پوست رو بسوزونه، چون که طی فرایند این که صابون قراره اتفاق بیفته و حالا محلول لای با روغن ها به صابون تبدیل بشن، کاملا این سدیم هیدروکسید مصرف میشه توی صابون و هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته برای من. اینو دیگه میذارم توی هود و شما هم اینو میذارینش توی فضای آزاد تا دماش مناسب بشه برای ساختن صابون. یه چند ساعتی بعد زمان بدیم و میریم که روغنا رو با هم آماده کنیم. بریم با هم روغنا رو رست کنیم. به 600 گرم روغن زیتون نیاز داریم. به 200 گرم روغن نارگیل نیاز داریم. یه نکته‌ای که هست اینجا همه روغنامون باید مایع باشن، یعنی شیباته رو ما بنماری کردیم و الان اضافهش میکنیم. نمیتونیم همون جوری که جامده اضافهش کنیم. اینو حتما در نظر بگیرید. این شیباتر ماست. دیدین که جامد بود، ما الان بنماریش کردیم روی دمای 70 درجه. الان ذوب شده، اضافهش میکنیم. 100 گرم شیباتر نیاز داریم. برای اینکه خطا هم نکنین و این دقت بیشتر باشه، اینا رو جدا جدا وزن کنین و اضافه کنین. 100 گرم 200 گرم اینو جدا کنین و اضافهش کنین، توی راحت تر هم هستیم. به 100 گرم هم روغن کرچک نیاز داریم. اینجا که ما 100 گرم هم وزن کردیم و دیگه اضافهش میکنیم. خب بچه‌ها، وقتی که محلول لایمون دماش اومد پایین و خواستیم اضافهش کنیم به روغن، اینجا ما برای دمای روغن و محلول لایمون به یه دمای 35 تا 45 درجه نیاز داریم. یعنی
هم روغنمون هم محلول لایمون باید به این دما رسیده باشن و ما اختلاف دمای بیشتر از 5 درجه نباید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نباید روغنمون دماش 50 درجه باشه و محلول لایمون دماش 30 درجه باشه. باید این دوتا دماشون اگه قراره که اختلافی هم داشته باشن بین 5 درجه باشه. اگه اختلاف زیادتر باشه خب صابونمون شاید خراب بشه. برای تریس ما اینجا به صورت پالسی تریس میکنیم. پالسی یعنی چی؟ یعنی اینکه 10 ثانیه گوشکوب برقی ما روشنه و 10 ثانیه خاموش. 10 ثانیه با گوشکوب روشن هم میزنیم، 10 ثانیه خاموش میکنیم و هم میزنیم. تریس چه زمانی اتفاق میفته؟ حالا ظاهری که رنگش تغییر میکنه و به رنگ شیری رنگ تبدیل میشه دیگه، یعنی روغن آزاد شده ای ما توی موادمون نداریم و مثلا این لیسکی که یا قاشقی که توی روغنتون هست وقتی که تکونش میدین قشنگ رد اون مواد میمونه. این شکلی متوجه میشین که تریس شما کامل اتفاق افتاده. من دوست داشتم که حالا هم اسم صابونمون صابون زیتونه، هم کلا رنگای پاستیلی خوشم میاد. اینجا از رنگ سبز میکا استفاده کردم و اونو از قبل با 10 گرم روغنایی که از قبل آماده کرده بودیم، یعنی ترکیب اون روغن کرچک و نارگیل و زیتون رو 10 گرمش رو برداشتم، بهش یکم رنگ اضافه کردم، کامل رنگ رو باز کردم و بعد اضافهش کردم به صابونم. این مقدار رنگ خیلی سلیقه‌ایه، شما میتونین بیشتر بریزین، میتونین کمتر بریزین و اضافه کنین به روغنتون رو، تزیین کنین باهاش صابونتون رو. خب بچه‌ها صابون ما آماده شد. الان به مدت 48 ساعت میذاریمش کنار که بعد از قالب درش بیاریم و آماده برش بشه. خب بچه‌ها صابونمون آماده برش شده. بعد از برش به مدت 4 هفته ما بهش استراحت میدیم. این استراحت میتونه بیشتر هم باشه چون کیفیت صابونمون بالاتر میره. بعد از این 4 هفته هم آبش کامل تبخیر میشه، هم که pHش مناسب پوست میشه و قابل استفاده. بریم که با هم برشش بزنیم. بچه‌ها یه نکته ای که اینجا هست و من لازم دونستم که بهتون بگم اینه که ما توی این فرمول میزان آب رو بیشتر گرفتیم به خاطر اینکه شما موقع تریس راحت تر باشین توی شروع و بتونیم با صبر و آرامش اون هم زدن انجام بدیم. اگه میزان آبمون کمتر بشه خب برای شما سرعت عمل بیشتری داشته باشین موقع تریس کردنتون، همون هم زدنتون، و ما اینو به خاطر این در نظر گرفتیم. یعنی الان میزان آب شما بالاتره، صابون نرمتری دارید. وقتی که میزان آبتون بیشتر باشه زمان استراحت بیشتری هم نیاز داره. ولی شما خودتون، ما الان 2% آب رو بیشتر گرفتیم، شما میتونید این 2% رو کمتر کنید، ولی گفتم هم تریس تندتری نیاز داره، هم این که دیگه صابونتون انقدر نرم نیست و از اون طرف هم تایم کمتری برای استراحت نیازه. و میتونین به جای 350 گرم آب 325 گرم آب بزنین. این آبی که دارم میگم آبیه که با سدیم هیدروکسیدمون ترکیب کردیم، اونجا رو دارم میگم، اون قسمت رو میگم. پس همین دیگه. خب بچه‌ها صابونا رو بریز زدیم. الان دیگه بعد بهشون اجازه بدیم که 4 هفته استراحت کنن. این 4 هفته میتونه 5 هفته، 6 هفته، 7 هفته هم باشه. هر چقدر بیشتر باشه بهتره، کیفیت صابونمون بهتر میشه. و اینکه همین